باقی میمانم. اما اگر حق نرسیده باشد جهل است و او جاهلا را اگر که ما میگیم که اعمالشان کفری و شرکی است، این اعمال عقیده کفری است، این عمل شرکی است، اما ولی مشخص بگویم همیا کافر مشرکین هستند تا که اتمام حجت نشود نمیشه. بعضی جاهلای بدبختا ما داریم که از قرآن و اسلام بیخبر هستند، میگنی همی خود قرآن نزولش اینمی حجت است. باز میگه اینمی جهلش کسی عقیده صحیح نیست مطابق قرآن نیست مشرک کافر است، واجب القتل است، خلاص کشته شد. چیزی که مشرکین به این حساب که ما ببینیم خواه اکثریت هم طور است، همه که نماز هم میخوانن دیندار هم هستن لنگی هم دارن بسیار اخلاص هم دارن عقیده شان صحیح نیست، کل از یا مشرک کافر است، بی سواد است. خب بی سوادی خود طلب العلم فریضتون، اگر ما قبول کنیم فرض ترک فرض گناه کفر خونید، این میگنی فرض که ترک کرده کافر شد. بعضی کسا داریم که این تو یک چیز میکنن، خب یکم علما هم یکم استدلالا کردن اشتباه کرده گیستن، ولی ما هر وقتی که حق به یک کسی رساندیم خیر از یکم تا جاهل از زیاد با همراهش بحث میکنیم، گپای یادشون یک ماه 15 روز چند روز میریم برش دلایل خوب نرم با لهجه ملایم بیان میکنیم دوستانه. باز اگه قبول نکرد باز میتونیم بگیم خیلی تو کافر مشرکه برای عقیده شرکی با تکفیر کردنش خاصان از دیگه، ولی پیش از اینکه ما حق بیان نکردیم بگیم تو کافر هستی خلاص. حالا می تو میگن این مولوی ها و این مردم ها و این کلش کافر ها پشت از یا نماز نمیشه از یک سر کافر، یا ای تو میگن که اینا کلش مرتدین هستن واجب القتل. دیگه بله ما گفته بودم که غیر از قرآن سنت وحیه و قیده سلف دیگه کسی خطا بکنه خطاش بیان میشه، خطاش وضاحت خواسته میشه. بله دیگه باو گفتی که جعل اوزار دادی، نه اوجا ما وضاحت دادیم اگر فکرت باشه اوجا گفتیم او اصل یک موضوع خاص بود دجال، یعنی که موضوع خاصی بود که یعنی در جاهل که تکفیرش یعنی محذب، یعنی که ما بگوییم که کسی کوشش کرده یعنی جاهلی که غیر متمکن است یعنی کوشش کرده جهل خدا زائل کنه نشده، او را گفتیم که یعنی الله او را در جهنم یعنی پیش از چی امتحان نمیپرده، او را گفتیم ما تکفیر معذب ما چیز کردیم. خب سر جاهل غیر متمکن او دیگه جهل اوزار ما ندادیم از اولا. باز که شما میگین دادین نه این گپ نیست، گفتی چند جای گوش کردم و من خوش هستم که گوش میکنین. آفرین گوش کن.